برنامه جدید ایدی سیتا قاسمی با غزال نایت در تاجیکستان و رقابت جدید این دو هنرمند با آریانا سعید. حرفهای تازه غزال نایت برای علاقمندانش و سرودن آهنگهای دوگانه سیتا قاسمی با غزال نایت در عید قربان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. غزال نایت یکی از هنرمندان برجسته، چهره مشهور در میان هنرمندان کشور بوده است. غزال نایت علاقمندان و طرفداران صدایش در میان مردم افغانستان و تاجیکستان به شمار می باشد. غزال کارهای هنریش را 15 سال قبل با نظیر خارا، یکی از هنرمندان خوب کشور، آغاز کرد. نظیر خارا هنر آوازخوانی را برای غزال نایت آموخت. غزال سفرهای متعدد به کشورهای آسیایی به خاطر کارهای هنریش می داشت. چند می شود غزال نایت در دبی زندگی می کند. جدیداً قرار است غزال نایت با سیتا قاسمی کارهای هنریش را در کشور ازبکستان ادامه بدهد و این دو آهنگ دوگانه مشترک برخلاف میل و سلیقه آریانا سعید سروده. غزال نایت عید سعید قربان را برای تمامی دوستداران و طرفدارانش از صمیم قلب تبریک گفته. این همه در حالی است که غزال یگانه رقیب هنری آریانا سعید می باشد، ولی سیتا قاسمی با هیچ هنرمند افغانی در رقابت هنری نیست. وی در آلمان زندگی می کند و مصروف کارهای هنری و تجاریش می باشد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان نهایت، ترجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و طرفداران غزال نایت و سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.